درود دوستان، به کانال موسیقی آوا پیانو 66 خوش اومدید. امروز همراهتون هستم با تمرینی در گام ر ماژور. در کتاب بیر در صفحه 53 نوشته شده گام ر ماژور. این سه خط تمرینی که داده در گام ر ماژور هستش. برای اینکه بتونید اینو راحت تر بزنید، یه ویدئویی تو کانالم قرار دادم که تمرین گام نوازی هست و گام ر ماژور رو در اونجا بهتون آموزش دادم. اگه ابتدا برین اون ویدیو رو ببینید و تمرین کنین، میتونین اینها رو هم ساده تر بنوازید. خب ببینید، این در حقیقت 2 تا تمرین، خط اول و 2 خط بعدی. یعنی خط اول جداست، 2 خط بعدی جداست. الان من میخوام از خط اول شروع کنم. نکته‌ای که هست اینه که در گام ر ماژور نوت فا و دو دیز هستن. خب برای دست راست گفته انگشت شماره 1 روی ر باشه. زنه ر، می، فا دیز. حالا انگشت شماره 1 میاد روی سول. سول، لا، سی، دو دیز، ر. از نوت ر تا ر بعدی اومدیم بالا. در میزان بعد نوت ر زده نمیشه چون خط اتحاد داره و فقط نگهش میداریم. در ادامه دو دیز، سی، لا، سول، فا دیز، می، ر، می، فا دیز، سول، لا، سی، دو دیز، ر. میزان بعد ر رو فقط نگه میداریم، زده نمیشه. دو دیز، سی، لا، سول، فا دیز، می، ر، می، فا دیز، سول، لا، سی، دو، ر، لا، سی، دو، ر. پس در میزان آخر زدیم ر، بعد نوشته از انگشت 2 بیایم بالا به این شکل. و حالا همراه با شمارش. این تمرین 4 ضربی هست چون نوت چنگ داریم. باید بگیم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و حالا برای دست چپ این دوی میانیه. گفته انگشت شماره 5 بیاد پایین‌تر روی ر قرار بگیره. دوباره می‌خوایم از ر تا ر بریم بالا و برگردیم، ولی تو گام ر ماژور هستیم، پس نوت فا و نوت دو باید دیز نواخته شه. پس میشه ر، می، فا دیز، سول، لا، سی، دو دیز، ر، دو دیز، سی، لا، سول، فا دیز، می، ر. ر در میزان بعدی زده نمیشه به خاطر خط اتحاد. در ادامه می، فا دیز، سول، لا، سی، دو، ر، دو، سی، لا، سول، فا، می، ر، می، فا، سول، لا، سی، دو، ر، لا، سی، دو، ر. در میزان آخر انگشت 1 میزنه ر و بعد از انگشت 4 میایم بالا. همراه با شمارش. میزان اول که سکوت هست، میزان دوم 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و حالا دو دستی همراه با شمارش. اول دست راست شروع میکنه. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و
و یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و یه بار دیگه. و حالا دو خط بعدی دست چپ باز هم از ر شروع میشه. میزنیم ر می فا سول لا سی دو، ر دو سی لا سول فا می ر میزان بعد هم نمیزنیم چون خط اتحاد داره. در ادامه ر می فا سول لا سی، خط بعد دو ر دو سی لا سول فا می و همین دوباره تکرار میشه. ر می فا سول لا سی دو ر دو سی لا سول فا می ر می فا سول لا سی دو ر. شمارش یک و دو و سه و چهار و 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 خط بعد یک و دو و سه و چهار و 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 دست راست از نوت ر شروع میشه. این دو میانی هست، دست راست روی ر. دو میزان اول سکوت هستش، بعدش ر می فا سول لا سی دو ر دو سی لا سول فا می ر می فا سول لا سی، خط بعد دو ر دو سی لا سول فا می ر می فا سول لا سی دو ر دو سی لا سول فا می ر می فا سول لا سی دو ر. و حالا برای شمارش دو میزان اول سکوت هست، از میزان سوم یک و دو و سه و چهار و 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 یک و دو و سه و چهار و. در ابتدای این تمرین هم نوشته شده فورته، یعنی این تمرین هم باید قوی اجرا شه. و حالا اجرای دو دستی همراه با شمارش، دوی میانی هست میایم پایین تر روی ر، دوی میانی هست یکی میایم بالاتر روی ر. اول دست چپ شروع میکنه. یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و میزان بعد یک و دو و سه و چهار و یک و دو و سه و چهار و میزان بعد با هم یک و دو و سه و چهار و خط بعد یک و دو و سه و چهار و. حالا این دو میزان
دوستان یه بار دیگه تکرار میشه. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و چون 2 تا نوت سیاه داریم، فا دیز و دو دیز، دستتون رو یک خورده برین داخل پیانو. از اینجا نزنین که مجبور شیم برای زدن کلیدهای سیاه انگشتمون اینطوری صاف شه. برین داخل پیانو، ببینید شکل گردی دست رو حفظ کنید. و یه بار دیگه. امیدوارم این آموزش هم به دردتون خورده باشه و ممنون میشم که با لایک ها و کامنت های پرمهرتون از من و این کانال حمایت کنید. تا ویدئوی آموزشی بعدی، بدرود.